پسر از مادرش پول خواست، اما مادر به او نداد. می‌دانست که پسرش پول را در جایهای بیهوده صرف می‌کند. پسر را قهر و غضب بالا شد و اتاقش درآمد. پس از چند مدت در آشخانه مشغول به خوراک‌پزی بود که پسر آمده در نزد در آشخانه راست ایستاده ورقی را برآورد و خواند. کم مبلغی که من در مدت این هفته خانم را می‌یابم 70 سوم. دویم مبلغی که به جای تو به بازار میروم 20 سوم. سیوم مبلغی که دادرم را نگاهبین میکنم 20 سوم. چهارم مبلغی که در روبچین خانه به تو کمک میکنم 20 سوم. پنجم مبلغی که در مکتب باباهای خوب میخوانم 70 سوم. مجمع 200 سوم. این هفته باید به من بدهی، زیرا که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگوید مزد کارگر را پیش از خشک شدن عرق جبینش بدهید. مادر لبخند زده ورقش را از دست پسرش گرفته در پشت آن می نویسد. یکم مبلغی که 9 ماه در شکمم تو را گردانیدم این بی‌بهاست. دویم مبلغی که 20 ماه تو را از پستانم شیر دادم این بی‌بهاست. سیوم مبلغی که در پول خردسالی تو را شستشو میکردم و لباست را عوض میکردم این هم بی‌بهاست. مبلغی که شب‌هایی که بیدارخوابی میکردم در حالت بیماریت تا صبح این بی‌بهاست. پنجم تا امروز تمام سر و لباسی که برایت خریدم اینها همه به حسابند. ای پسرم، اینها همه یک سوی آن محبتی که نسبت به تو دارم نرخ ندارد. پسر نوشته های مادرش را دید. چشمانش پر از اشک شد و به سوی مادر نگریسته گفت: مادر مرا ببخش. سپس ورق را گرفت و با خط کلان در زیر نوشته های مادرش نوشت: است که هرگز ادا کردن نمیتوانم. برادران و خواهران اسلامی، مادر چقدر محبت و مهربان و غمخوار است نسبت ما، اما متاسفانه بعضی از اشخاص مادران خود را حرمت و احترام نمی کنند. مقدسترین و قیمتترین چیز برای هر یک شخص مادر است. برادران، به قدر و زحمت‌هایی که مادرمان برای ما و شما کشیده است باید برسیم و حرمت و احترامشان را به جا آوریم. بیهوده نگفتند به هیچ زیر قدوم مادران است.